روزی ملا نصیرین از کدخدای ده الاغی خرید و قرار شد کدخدا روز بعد الاغ را به ملا تحویل دهد. اما روز بعد کدخدا پیش ملا رفت و گفت خبر بدی دارم، الاغ مرده است. ملا گفت اشکالی ندارد، پولم را پس بده. کدخدا گفت پولت را هم خرج کردم. ملا گفت باز هم اشکالی ندارد، الاغ را پس بده. کدخدا گفت الاغ مرده به چه دردت میخورد؟ ملا گفت میخواهم قرعه کشی را بیاندازم، فقط به کسی نگو الاغ مرده است. 1 ماه بعد کدخدا ملا را دید و گفت با آن الاغ مرده چه کردی؟ ملا گفت قرعه کشی را انداختم و گفتم فقط با 2 درهم صاحب الاغ شوی. به 500 نفر 500 بلیت 2 درهمی فروختم و جمعاً 998 درهم سود کردم. کدخدا گفت کسی شاکی نشد؟ ملا گفت چرا؟ همان کس که الاغ را خرید شاکی شد، 2 درهمش را پس گرفت. و این گونه است که شرکت ایران خودرو و سایپا با پیام‌های تبلیغاتی راه ملا را همچنان ادامه می‌دهد.